این هفته خبر تو خبر داره براتون از سوزش زنجیره‌ای مهره‌های نظام، از برگزاری گرد همایی ایرانیان که همچنان ادامه داره و خاموش بشون نیست که نیست. آقای نوبخت درباره نشست منافقین در فرانسه گفت هر کشور اروپایی یا منطقه‌ای بخواهد از تروریست حمایت کند دستاوردی نخواهد داشت. مم جواد ظریفم در حالی که خنده رو لباش ماسیده بود به صحنه اومد و یه ونگ و وونگی کرد. متاسفانه حضور فردی که هم تولید کننده القاعده است، هم تولید کننده طالبان، هم نقش بسیار ننگینی در سابقه رژیم سعودی در منطقه داشته، در این اجلاس قدری خبرساز شد که اون هم نشون دهنده بیکفایتی و بی‌درایتی این گونه افراده. بله دیگه، این جماعت جام زهری کلی زور زدن و فکر میکردن میتونن با معامله با غربی ها دشمنای نظام رو کنار بزنن، اما معلوم شد که از دیوار بلندتر از قدشون میخواستن بالا برن. یعنی مال این صحبت ها نیستن. همزمان با یک سالگی برجام یه هدیه از طرف جامعه جهانی تقدیم آخوندها شد. هدیه عبارت بود از یه توپوزی مجلسی تمیز همراه با مخلفاتش. نشست ویژه شورای امنیت درباره توافقنامه هسته ایران از ساعتی پیش در سازمان ملل شروع شده. معاون دبیرکل سازمان ملل در این نشست ایران رو به نقض قطعنامه‌های بین‌المللی و ارسال سلاح برای گروه‌های خارجی متهم کرده. آخوندا که معنی این توپوزی رو خوب میفهمن به ناگهان جیغشون به هوا رفت و طبق معمول دست پیش رو گرفتن تا پس نیفتن. سخنگوی وزارت خارجه بیانیه پایانی نشست سران ناتو درباره برنامه موشکی ایران را تکرار ادعاهای بی اساس گذشته دونست. قاسمی گفته همانطور که بارها اعلام شده توانایی‌های موشکی ایران صرفاً در چارچوب برنامه‌های مشروع دفاعی و به هیچ وجه برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نشده. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرده برنامه موشکی ایران هیچ ربطی با برجام و مذاکرات هسته‌ای نداره و ناقض قطعنامه 2231 هم نیست. البته این هارت و پورتای آخوندها جدید نیست. معمولا با این شلتاق پلتاقا شروع میکنن اما ته خط روشنه دیگه. این هم مشاور مافنگی عظماست که بوی برجام حسابی گیجش کرده و غیر از آه و ناله کار دیگه از دستش بر نمیاد. امریکایی ها به اون تعهداتشون که رفع تحریم ها و آثارش باشه و آزادی تجارت و ارتباطات علمی و فناوری و تجاری و مالی بین ایران و سایر کشورهای غربی باشه عمل نکردن. هر روز به یه بهانه‌ای سنا، کنگره یه چیزی رو تصویب میکنن و بعضیش هم به امضای آقای اوباما میرسه. بله، این هم از آخر عاقبت زهرخوری. حالا هر کی از راه میرسه یه لگدی نثار آخوندا میکنه. حالا تو گیرودار همین مصیبت ها بود که شیخ فری کوبید و رفت کرمانشاه تا هم یه لگدی نثار پک و پهلوی خامنه بکنه، هم یه ماله به این قضیه حقوقای نجومی بکشه، همچین ماسمالی بکنه. بدانید تخلفات از آن مدیران انگشت شمار در کشور ما بوده. اگر 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر در این کشور بزرگ 8 میلیون نفر از بازنشسته و شاغل حقوق میگیرن، از میان این 8 میلیون 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر تخلف کردن. احتمالاً این هم از کرامت برجامه که شمار انگشتای شیخ فری رو به 300 تا رسونده. خلاصه خالیبندی های این حسن بنفشه به قدری سنگین بود که تو همون صحنه پرچم نظام چپ کرد. با 90,000 اشتغال مشکل حاد بیکاری در این استان مرتفع خواهد شد و برطرف خواهد شد
مردم خواهند دید که در این دولت فعالیت‌های این هم یه فیلم از پشت صحنه سخنرانی شیخ فری تو کرمانشاه. یعنی جمعیتی که همینجوری داره صحنه رو ترک میکنه. حالا دو جمله از سید علی وافور بشنوید که خودش تو کار چاپ فیشای حقوقیه، یعنی به چاپ دیگه. این برداشت ها نامشروع است، این برداشت ها گناه است، این برداشت ها خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی است. از روزه های صدمن یک قاز خامنه که بگذریم میرسیم به سیخ و سنبه های اصلیش، به کوسه و شیخ فری که اونها رو چپونده تو دهن این جوجه مداح بسیجی تا واسه ریزشیا نوحه حقوق نجومی بخونه. برخی چه لقمه ها که گلوگیر میخورند، خوبان ولی به شام بلا تیر میخورند. دیروز خورده کاسب تحریم بودند، امروز نیز کاسب تسلیم و ذلتند. سرمست از حقوق نجومی خیشتن، آخر چگونه در طلب حق ملتند. این معاون شیخ فری هم سوزن برداشته که یک کوکی به لحاف پاره دولت بزنه، اما بدتر کامل جرش داد. در هر مجموعه ممکنه یک جایی خطای اشتباهی اتفاق بیفته، در یک مجموعه به این بزرگی هم حتما خطاها و اشتباهی اتفاق میفته، اونم باید به جای خودش رسیدگی بشه. از همه پرتابتر این وزیر کار شیخ فری بود که اولش یه فیگور افشاگری گرفت و یه قمپوز جلو دوربین در کرد. من تمام اعضای هیئت مدیره تامین اجتماعی در سایت خواهم گذاشت که چقدر حقوق میگیرن، معاونین خودم رو خواهم گذاشت و 60 تا رو هم خواهم گذاشت، به سایت ها خواهیم گذاشت. شفافیت رو باید ما اعمال بکنیم، همه بدونن. باور کنید مدیر عامل 60 تا حقوق مدیر عامل 60 تا رو وقتی به جایی من عرضه کردم کمتر از 12 تومن اینا حقوقشون بوده. اما طولی نکشید که تو استبل مجلس یکی از دلواپسا مچ همین ربیعی رو گرفت و معلوم شد طرف خودش یه دولتی تو دولته. شما ای دکتر ربیعی صندوق کارآفرین در اختیار دارید، جایی مثل 60 رو داری، شرکت های 60 با اون عظمت خودش یه دولته. اگر آقازاده ای میاد میلیاردها تومان رو داره جارو میکنه در یه شرکت و خونه میلیاردی میخره، معلومه که بقای انگیزه در مملکت تهدید میشه. خلاصه این که وزیر کاخ شیخ فری اومده بود ابروی کابینه رو درست کنه، اما زد پاک چشمش هم کور کرد.